تو این پیار من گذاره و من 12 و خدا این کرتی خو و من هفته خوی میشه بابا 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 چی کاره؟ من بابا اول کنی دل من بتقن تو مرد دل من ملر میبر یک بلای مگم بترقونه شما بابا سال 12 و خدا این کرتی خو شما هم تا شما کرتی ما چی کردن خودم کرتی ما سر زد وردشین شما بابا وقتی دیگه شما میری کجا؟ با میله میریم ما به میله میری؟ آه به کی مصلحت کردین؟ او مدام میرم گفتم میریم دو مود میرم میرم خب ایتا کلون شده ما میگو بله من گشنگی لی میزنم شما مثل که سیری لغت زده چرا بابا؟ که معلوم میشه نه بابا میفهمی از میله بعد میای بعد میفهمی یا نه ایتا که میفهمی با بالخصوص بروز جمعه بابا که نماز و طاعت عبادت خودم میمونه تو چشمایت سخت آدم سختین چرا ما نمیگذاری؟ من سخت نیوم خب اونجا مسجدیه با کجا؟ با اونجی با کجا بگردن یک مسجد پیدا کنی؟ هست بابا به شما خودی هم میری خب اصلا اجازه نداره پا خودم سرا بدر کنه تو چشمایت کارا میکنی و من کار با شما سختی میکنی گپ کم کن چه خود بچه آخه بابا ما دیشب همه گپ زدیم گپ خلاص کردیم خودی کی گپ زدین؟ خود دومات خو گفتم خوبه ثواب خیر می حال دومات و ما هم بیاین دیگه خود جمع بریم دومات تو پیل داره بره من نمیرم آخه بابا محمد اصلا یک کلم پا خسته رو بده که پاچه پاش مال میشکنم محمد دیگه پای خود تیار کردیم آخه دیگه پای خود چاش میخوری به من بعد میریم به نماز میریم از چی جامعه من جواب شما این سختی میکن دیشه خودی رو گپ زدن گفتم خوبه صحیحه محمد دیگه پای اختیار کردیم حالا شما میگه و نه هر رای که مردم خیس کرد من بدیم برادیو خونی بابا بعد از وقتای دیگه شما میتی سختی گپ میکن کم کو چه بخی آخر جواب تفریح میریم برو پاچه کاش من میشکنم از سر بدرشین میله کلی برد کرده خو ها چی قدر بود به چیزی گم بده ما گپ زدیم خودی کی گپ زده خودی رسیه میگه گپ کنه زدی دو ماه تو بیده گپ زد دو ماه تو موتر دار از خود زندگی دار از خود من را گوشنگی شیخ خواه نمیبره اینا بیشتر فقط سیری لغت زده اینا من بهم خواه نمیگذارم شاید اینجا باشم خب صبر کن با میله صبر کن با میله بریم با میله میله داره میله را من میچرونم میله را امرو که با میله بریم اینجا گل بازی کنم با افتام خوب است دختری خوبی نازم ایومیدی نازم وقتی که ناز میکنی با تو بالات مینازم دخترم قشنگم هر جا بری میبرم از طلا و نقره برای تو میخرم کجا هستی دشملک نه سگه چی میگو؟ اینا رو اینجی نگذارم بیفایده میگذاری چرا؟ برو خودی بابا گبزه چی گفتنو؟ یاره این بابا امیت سخت نیه با من جایی که ما بریم رزی نیه که ما بریم چی میگم بابا من؟ برفتم برای بگفتم شما نمیرین گفت اگه یک خلاص از سرا یک شما بداشت نگاه شما نشکنم برو نه خودی گبزه تو خدا؟
ایت اگه امرو من رو بیام نقشی که با میله برام دیگه پا خورم مکتب نمیگذارم یک جمعه آدم میره با میله همین دیگه لنگاش رو میشه که من سرا بداشت دو موت میره بره که خوب برای موتر داره گونه میگذارم نه کجا بابا؟ بابا لیبون میله نقص دیگه پا خورم مکتب نمیگذارم برام من اگه این پا خورم اجتماع یک جمعه آدم میره به تفریح میره با من کار زد نکنن کناره با چه کاره؟ بابا لا اله الا الله محمد اسمی رو تکسی کفری میکنه که کله زنه که بکنم کم بالا خزم بابایی بس سایه خلوته بلاش ما افتادم من نمیخوام دلجیمه یک چیز خیلی باشم بابا چی گفتیم به عباس؟ بابا چی میگفتم؟ ما میریم به میله میریم شما بد میکنی که میریم به میله مثل که بسه خود شدیم که به میله میریم به میله چی خاطر میریم؟ اسکیجان عوض کنیم نماز خود چکار میکنی؟ نماز بابا آدم بره به میله نمیخونه با کجا میخونی؟ ها؟ با کجا میخونی؟ میریم به تخت سفر میریم تخت سفر زیر تخت سفر اونجا چیزه زیر پا تخت سفر ماچی جامعه اینا همه میرن نماز جمعه میخواه گوشنگی رودی چپ ما خوش شده که نون ندارم بخورم شما مثل که سیری لغت زده که به میله میرین خب بابا همه مردم میرن من با مردم چه کار دارم؟ با تو میگم گیلک تا طور فرش زمین نکدو خیوجی با قصاب من بیاد بیدم ما و عباس هم نریم عباس هم بیدم اصاب من خورا کنم خورا خواه شما رو مشکنم و فهمیدی یا نفهمیدی؟ بده برو ایت پیار من ندید بده دیگه من نمیخوام به یک چیز خیلی باشم اونم عباس هم مرد یک هایلی داد که برای که ما دیگه تیار کده میریم به میله میریم ایتا میله رای شدیم تا سر می اپیش خود سر می تراشیم با پیار ما هیچی پیار میگه فقط به این خونه بشینین مکتب خوب بریم ماچت خور بریم آخه یک جمعه ما ساعت ما تیر شه سورا به 12 هم مگرم اون خونه پرته باشه گله چی فتک بابا ای الگر میگه گوش کو بیری کنم دیگه زن ما بند باشه پاهاشون میشکنم دیگه اگه ما مکتب برفت من چی مستی بگو چرا ایتا شما تو مادر تو از پیش خود سرترشی میکنه من گفتم بابا دوماد ما بیچاره موتر داره همه چیز میزه من فقط همین نون میبونیم ترمزک چای میبونیم اینجا انگار کنیم این چاشتیم رو میخوریم بابا حداقل می هوا آدم فرق میکنه مردمی که به میله میرم یکی مریض نمیشه گله برو گوشی ورده نه با خونه دوماد مانه زنگ زن نه من چی زنگ زنم؟ اون گوشی اون خونه با چار زده برو بگیره بهم نمیشه ما دیگه سه از مال نیم مکتب نیم مچه چیکار کنم رو جمعه با خونه برته باشه دیگه از مکتب مچت خو میرم پیار ما مدام سال به 12 ما پیار ما به هر رای ما نگدشته الو رمضان اشتری گیلکی ها اشتری گیلکم دیارت دیامون خوبه شکر رمضان ما هیچی چی؟ یاده بگو بابا ما میگه که اگه شما از سالا بینیشم با میله برای لنگا شما رو میشکنم انان چیا کردی خب برو بگو که آخی ما موتر دوماد محد میریم اینجا حالا یک نون چاشت اینجا میخوریم پس وقت میخوزی میاییم همه میرم به حال ما هم میریم چیکار میشه ما بگفتم میگه شما ما چون عدوشنگی رودام خور بخوردم ما چون رودام خوش شده شما سیری لقد زده شما ما چون میریم به میله میریم من گفتم بابا همینجا میریم حداقل اسکیجان عوض کنیم اسکیجان
هم اینجا گویا معطالم دیگه. همه میگن گردن و من لنگاشمان میشکنم چه کار کنم؟ یا خصوص نماز بدیم ما دو همیگه با خود آه. میزنم. خب تو پیشی بده دست خصوص نبده. به کی بدم؟ دست خصوص ما کجا هم بده پیشی دست. بالی بون خواه برو صدا کو پیشی. گردن و بعد ماشالله از اون خوب میفهمی؟ اگه من میفهمیدم که پیار من میته بد اخلاقی هم از خورتکی به بچه از اینا نمیشدم دیگه پا نده که بعد دیگه نه. اون راست میگم مردم میله با میله از کی جان عوض میکنم ما این دیگه با مثلا مثل گدا سر سپولک بریم این دیگه باشین برای که دیگه به سرا خوبم میرم میگم دست نماز عبد دارم برو. خب حال زن حال قد میکنه که پول خیلی میخوره تو اینجی خوبه با زنگ خوب خداحافظ آره میدون دست بابا چه کاره؟ من نمیخواریم بخیر آخه زمانه چه کار کنم؟ قبض زنه خود کی گپ زنم؟ دومات شما قبض زنه بله چی مایی؟ سلام علیکم زنده باشین خوبیم بخیره. شکر زنده باشین تیاری؟ شکر زنده باشی شما خوبه. شکر فضل خدا بابا خصوص این بچه ها اینا چرا شما نمیذاریم اینا بریم به میله امروز. چه کاره؟ ایمی امروز آخه ایمی دیگه پوشیم هم بسرا من دیشب ما گفت دادیم خود گیلت و عباس اینا گفتم ما میریم انا حال کارو خود تیار کنم معطالم میگن که بیایی که بریم میگن خب خصوص نمیخورم گفتم برو تو گوشی بره دست نما گفت زنم خود اینا. میفهمی چی میگم؟ بله ها. این تو پاچکای نامش کنن که اصلا یکی بدر شه میفهمی یا نه؟ ما بزنی با- پامو با به خصوص روز بابا. جمعه بابا خودتان خبر ده خسته که از حساب میله بعد نمیاد بکنیم بابا خصوص کنیم من شما چی میگم خب همین گیلت و عباس این بچه ها اینا شرف دارم مال ما زیاد میریم دارم. به میله موتت یا کردی هست همین دیگه بایی که بام خونه میخورم میرم بگین کرا نمیدیم کرا بگیم نمیدیم بابا من میترسم از پولا خوب خب فقط امید یک چاست خود شما اگر سیاد کردیم بکردیم نکردیم بیای امان خودی ما خدا واسه هرچی بود میخوریم گاز بینی خواره نه چه وقت که دود میخورم خودینا ما خب بابا همین گوشت نیستیم اینجا میریم دیگه بابار میکنیم بریم بابایی من میفهمی چی میگم؟ بله گفتم پای نرمش کن که اصلا بدر شم اودم نگفتیم بابا اودم گفتیم پاچک من خیال بزه خواهمی چی فرق نه چی پا چی پاچه فکر کنیم بابا خصوص فکر کنیم چی میگم من شما اگه چیز میدید بیارم بدن گاز بینی بیارم اینجا چیز میدید ما هم سیاد کردیم انا دیگه چیز میدم میکنیم پخته میکنیم اینجا میخوریم میریم بسر کنیم باری داشت کوی بکنم چیز کار بکنه که پیار من بس داره کاکا تو سردیل داری پیار خوب اگدم ما بیزار ازم پیار خوب اگدم بیزار ازم ایلیم وکی قد کو بشی بابا خصوص نیکرای من گپ کم کو یک چاشتی دک چاشتی قد کو میگم من بخواه نمیخداری یکی میره یکی میایی تو ما از دل ملول میبره خس کده بیامده که بابا که فلینک زنگ زده بولو که مسخره کردی خود به چی بالا افتاده خودی شما تو ما از دل موش میبره و میبینی بابا یکی بالای می پیدا میشه تاثر می که چه کار شده فلان شده اختیار زنه به چی خدا رو یا نداره نمیخواد که برام بمیله چیزی که میافته من بخوای نقشم میافته و تاسو هم برم تو بداری من خدا دست زی بچه ها گیلا وقت دست زی وقت مسکین وقت سمشكينة
داشتنی چه کار بی لگه تو چی میگم بابا پیرم این تکسل شده شده که ما گوشنگی خود بخورده ما چون شما سیری لغت زده چرا به میله بریم چرا ما چوکان میکنیم چرا فلان میکنیم اما هرچی میگم بابا موتر از مه آه نون چاشت از مه نون ما میبرن دیگه پای ما گفتم نمایه با خصوص گفتم اگه خاطر نون چاشت میگم نگه نون چاشت رو هم میدم شما خوشوم کو بی عزیز اینجا هم شما دو نفرم چی میخوره خصوص من چرا این کارا میکنم آخه کرا مثلا یک قرون از این کیسه ها شما خرج ما به خاطر خود شما میگم که تام کامه بلکه بری ببینی کامه چیزتر شی شیارتر شی او عباس هم یک روز جمعی بیکاره خصوص من هرچی میگم آدم قدیم به قبل نمیفهم میگه البته اینو میرم اینجا پول خرج میکنم میگم میشه گیلک بره اونجا به چکه میکنه پول خرج بابا ما پول میکشه بابا من یاد پیره میدم غاز به بر قلب به چیزی نمیدم بابا کجا هستن کی بابا تو بیا بریم کاکا خصوص چه کاره چرا این بچه‌ها نمیگذارن که برن به میل خود ما میگم کاکا جو از این 1000 ریسیه و ریسیفیت نکنی اختیار زنه بچه خوردارم یا ندارم خود داریم صحیحه کاکا خصوص آخه امی بچه‌ها شرخ کردن حال ما هم میریم همینا خود ما میرم بگذارین که میگی لک و عباس و مادر کنیم اونجا هم خود ما اونا اصلا نمیگذارم کدوم سرا بدرشه بفهمید یا نه خلاصه با تو بگم خوشکه سر برم به داد نیاره سر من عباس پیش ما ارس کرد گیلک ارس کرد ما سم خدا عباس گیلک رو سرس تو کنم یلا کنیم رد نکاکا دیگه همین بچه‌ها رو بگذارین که نمیگذارم میفهم یا نه نمیگذارم پس خوشوم گاله بگی عباس و گیلک نمیگذاریم خوشوم ما مثلا ما اونا خود ما میرن اونا گپ بینی اونا کار نداریم پارسال خوشی خور ببردی او تو لعت زدم نماشون که تا زمان زنده باشه بیادی باید باشه با تو رال پیش کرده نه کاکا خود او که به کل نمیگذارم نه کاکا خسوری که فورا این رای میکنی بخونه خود تو خود زنم چه اختیار خود در کاکا که میری من جلرگی شما نیو اما اختیار زنه به چه خود دارم خو خیر حال خوشوم برم چیکار میشه نه با تو چی گفتم نمیگذارم از این شهر مر به امان نیار خود تو که میری ببر زنه بچه خود زن میره که بیه بده آره زنگ زدم کاکا خسوری خوب هیچی دیگه صحیحه من میرم دیگه برو کوکو خیلی خوشی خوره که بیه سرا من میرم میارم خیلی باش من یالا نمیدی یکی میره یکی میاد فقط من نمیفهمم که این پیار تو هر چی نمیگم به گپ نمیفهمه برفتم ارز التماس میکنم میگم کاکا خسور بگذارن که امی خوشوم اینا برم به میله امی عباس و گیلک برم به میله به گپ نمیفهمم هر چی بگفتم آخر به من گفتم بخیر برو کتور دق میکنم من زنگ میزنم خودی پیار خو گپ زی بلکه به گپ تو بکنم بگذارم من دیگه گپی ندارم میگم امی ساعت امی خوشوم اینا تیر شم باشه زنگ زده خود اینو گپ میزنم من بگی اوکی کردم گپ بله بابا جان خوبیم سلامته میگم بابا جان این چی کاریه دیگه بگذارین که برم اینا آخر ما یک دفعه ما دو دفعه حداقل اینا برم به تفریح برم این برو بره چه کار میشه خب بگذارین که برم آخه اینام دل دارم اینام آخه انسانم بگذارین که برم بیاز میبینیم از اون وقتا دیگه چی نرفتم دیگه میتد بله یا خب بابا جان چه کار میکنه شما یعنی نمیاییم دیگه اینا هم نمیگذاریم خب اگه باشه پس هیچ وقت به زندگی من فراموش کنه که به نام دختری هم داره بله دیگه نه به خونه شما دیگه میایم نه دیگه خود شما رفت آمد داریم هیچ گپ گفت دیگه با هم نداریم شما یک روز اینا نگدیشتیم برم خب دیگه چیکار میشد خب نمیگذاریم خیلی مشکل نداره دیگه من فراموش کنه هیچ وقت دیگه خودش شما نه گپ میتونم نه هیچ نگدیشتم خیلی باش دیگه اصلا من نشناسید گریه نکن خیلی نمیگذارم هیچی گپی نه خیلی خدا من نمیفهمم که می خسور از بس سختیه میگم میشه می گیلک می عباس برم پول خرج کنم 10 دفعه گفتم کاکا خسور مصرف از من موتر از من می نون چاشت همه شما میمون من بگذاره این بچه برم میله من نمیفهمم که چه کار میکنم نال خوشیم به کجایم میام
بزو خونه نمیفهم بودم بزو خونه بودم نمیفهمم جای رفتم. خب باشه ما برم سه کنم خوشی خود بگم. یک روز اینم نگذاشتم اینم برای چه کار میشد بابا جان میگذاشتم که میرفتم.